این دوستانی که این کارها را میکنن نمیدونم به خاطر چی است. به خاطر فشار آوردن بالای نهضت، به خاطر آن که ما را عصبی کنید. همون طوری که برادر محمد علی حیات را زدند، فکر کردند که در عرفه این جشن ما سر و کلابه هم را گم خواهیم کرد. معاون رئیس حزب را خواهش میکنم از برادر محمد علی که از جایشون برخاستند، اینجا هستند. ایشان با تبسم شیرینشان در همون روزی که سر و رویشان پرخون بود با اونها جواب را دادند. شما هر کاری میکنید صبر نهضت بیشتر و قویتر از خشم شما هست. ما با صبر خودمان شما را خشمالود خواهیم کرد. ولی این را بدانید، هم یک جای دیگر هم قبلا گفته بودم که برای امنیت این ملت و این کشور هر چقدر لازم باشد نهضت صبر خواهد کرد. صبر ما در این مسئله حد و حدود ندارد. ولی من میترسم که صبر شما حد پیدا میکند و خودتان صبر و تحمل را از دست میدهید و دست باز به کارهای میزنید که نه تنها باعث خجالت و شرمندگی خودتان بلکه همه این ملت میشود.